سلام، خیلی خوش اومدید به آموزش پروژه محور HTML و CSS. من امیر رمضانی هستم و قراره توی این دوره به صورت کاملا پروژه محور یاد بگیریم که چطور با HTML و CSS صفحات وب رو طراحی کنیم. این دوره کاملا پروژه محوره و در پایان دوره با هم سایت بلوبانک رو طراحی میکنیم. اول از همه بریم ببینیم چی قراره یاد بگیریم. HTML مخفف Hypertext Markup Language هست که به معنی زبان نشانه گذاری هست که ما میتونیم نشانه گذاری هایی در سطح وب انجام بدیم که حالا بهتون میگم این نشانه گذاری یعنی چی. و CSS هم Cascading Style Sheets مخفف این کلمه است که برای استایل دهی های ما استفاده میشه. توی این عکس رو اگر ببینید اومده به اسکلت یک انسان رو در نظر گرفته و گفته این اسکلت خام میشه HTML و با CSS ما میتونیم ظاهر این بخش رو درست کنیم و یک ظاهر جذاب ایجاد کنیم. حالا جلوتر به صورت عملی بیشتر با اینها آشنا میشیم. بریم ببینیم چرا اصلا این HTML و CSS رو باید یاد بگیریم. تصور کنید شما کاربر آدرس یک سایت مثل linkedin.com رو سرچ میکنید. وقتی که شما این سرچ رو انجام میدید یک درخواست به سرور ارسال میشه و در نتیجه پاسخی برای شما ارسال میشه. این پاسخ شامل چیه؟ شامل HTML، CSS و جاوا اسکریپت هست که باعث میشه که صفحه‌ای که شما در وب میبینید رو بهتون نمایش بده. ما قراره توی این دوره HTML و CSS رو به صورت کامل یاد بگیریم، انیمیشن های خیلی جذاب اجرا کنیم و به صورت پروژه محور با هم پیش بریم ببینیم برای شروع چه ابزارهایی لازم داریم. اول از همه یک مرورگر مثل کروم، فایرفاکس یا هر مرورگر دیگه‌ای که ازش استفاده میکنید. یک ادیتور کد مثل چی؟ نرم افزار حالا ویژوال استودیو کد رو میتونید استفاده کنید، سابلایم تکست یا حالا نوتپد هم میتونید استفاده کنید، هر کدوم که باهاش راحت ترید. ولی توی این دوره ما با VS کد پیش میریم. یک سری پلاگین هست که نیاز داریم که روی VS کد استفاده کنیم تا خروجی بهتری بگیریم و کارمون یک مقدار راحت تر باشه. بریم ببینیم چطور باید اینها رو نصب کنیم. من VS کد رو قبلا نصب کردم. نصب کردنش هم خیلی ساده است. کافیه که سرچ کنید VS کد و نصبش کنید. رایگان هم هست و احتیاج به پرداخت مبلغی نداره. یک قسمت داریم اینجا به اسم اکستنشنز. روی اینجا که کلیک کنید شما میتونید اسم برنامه مورد نظرتون رو بنویسید، پلاگین رو و نصبش کنید. مثلا من الان اینجا لایو سرور رو بنویسم به هم نمایش میده. نگاه کنید همین اولی هم هست اینجا. ببینید که اینجا به همون نمایشش میده. کافیه که نصبشون کنیم و حالا فعالسازیشون رو انجام بدیم. فرآیند نصب و فعالسازیشون هم خیلی ساده است. مثل نصب کردن یک برنامه میمونه، روی اینستال که بزنیم نصبش انجام میشه. این لایو سرور برای چی هست؟ برای اینکه وقتی که ما کدهایی که می‌نویسیم رو بتونیم در لحظه مشاهده کنیم و خروجیشون رو داشته باشیم. پلاگین بعدی پریتیر هست که باعث میشه که ما کدهای زیباتری داشته باشیم و حالا یک نظم به کدهای ما میده. نگاه کنید این پریتیر هست که از اینجا آیکونش به این شکل و میتونید دانلودش کنید. پلاگین سوم HTML CSS Support. ما برای HTML و CSS که می‌نویسیم احتیاج داریم تا این پلاگین رو داشته باشیم تا یک مقدار کارمون راحت‌تر بشه که من این رو همینجا نصب کردم و می‌بینید که آیکونش به همین شکله و نزدیک به 25 میلیون هم نصب شده این پلاگین و میتونید ازش استفاده کنید که حالا جلوتر می‌بینیم اینها هر کدوم چه کاربردی دارن. و آخرین مورد که خیلی مهمه انگیزه و تمرین کردن شماست. اگر تمرین نکنید بچه‌ها نتیجه خوبی نمیگیرید و حتما باید تمرین و استمرار رو داشته باشید تا بتونید یک نتیجه خوب بگیرید. خب بریم برای شروع HTMLمون که بررسی کنیم ببینیم به چه شکل هست. من اول از همه نرم افزار ویژوال استودیو کد رو باز میکنم و از اینجا قسمتی که اکسپلور هست میتونم یک فولدر ایجاد کنم یا همینجا یک صنعت ایجاد کنم. من برای اینکه کارمون راحت تر پیش بره و حالا بعدا دیتا ها رو راحت تر داشته باشیم و همه موارد یک جا باشه یک کار ساده انجام میدم. بیایید روی سیستمتون یه دونه فولدر درست کنید، اسمش رو مثلا بذارید HTML یا هر چیزی که دلتون خواست. الان حالا HTML من قبلا داشتم این پوشش رو نشد، میزنم HTML learn، هر چیزی که خواستید مهم نیست. خب و حالا ما میخوایم این پوشه رو توی اینجا باز کنیم و داخلش تغییراتی انجام بدیم. روی اوپن فولدر کلیک میکنم و از اینجا میتونم فولدری که میخوام رو انتخاب کنم. من این فولدر HTML learn رو انتخاب میکنم و میذارم که اینجا باز بشه. نگاه کنید این قسمت رو اینجا نوشته HTML learn. من میتونم از همین قسمت محتوایی رو به این پوشه اضافه کنم یا حتی اگر چیزی باشه
حذف کنم. من میام یه دونه فایل اینجا ایجاد میکنم با نام index.html. دقت کنید بچه‌ها که حتما باید فرمت فایلتون .html باشه و نه چیز دیگه، اگر نه کارکرد درستی نداره. پس حتما .html آخر فایلتون قرار بدید. این مقدار قبلش هر چیزی بخواید میتونید قرار بدید. منتها روی هاست و سرور که میخواید قرار بدید یک فایل ایندکس باید داشته باشید که حالا در آینده در رابطه باهاش توضیح میدیم، ولی الان هر اسمی خواستید میتونید بذارید، فقط این پسوند .html مهم هست. خب الان من اینجا این قسمت رو باز کردم و میبینید که اینجا این علامت هم وجود داره که علامت HTML هست و مشخصه که این سند ما HTML. این پایین هم زبانی که برای این فایل تشخیص داده شده رو بهتون نمایش میده. حالا ما میخوایم بیاییم به مرورگر بگیم این فایلی که ما داریم HTML. باید چه کار کنیم؟ باید یک تگ داک تایپ HTML رو بنویسیم. این یعنی چی؟ این به مرورگر اعلام میکنه که این فایلی که میخوای بخونیش یک سند HTML و به عنوان HTML باهاش برخورد کن. توجه کنید که اینجا با علامت کوچکتر و بزرگتر وجود داره، یک علامت تعجب و حالا داک تایپ فاصله HTML رو باید بنویسیم. شما همینجا که علامت تگ رو قرار بدید، این علامت کوچکتر رو قرار بدید و علامت تعجب بنویسید، براتون نمایشش میده. من اینجا بزنم یک سری فایل دیگه هم میاد، ولی فعلا ما همین قسمتش رو فقط میخوایم که به این صورت نوشته میشه داک تایپ HTML و برای مرورگر مشخص میکنه که این یک سند HTML هست. خب حالا بریم بررسی کنیم ببینیم خود تگ چی هست و ما چطور باید کارمون رو انجام بدیم. یک وسیله نقلیه رو در نظر بگیرید، مثلا یک ماشین. ما وقتی بخوایم یک ماشین بسازیم توی حالا وبمون یا هر جای دیگه، باید مشخص کنیم که هر قسمت چی هست. مثلا یک قسمت چرخ‌ها هستن، یک قسمت فرمون هست، یک قسمت موتوره، یک قسمت دنده، هر کدوم قسمت‌های مختلفی هستن. ما کاری که توی HTML انجام میدیم اینه که میایم با تگ‌ها اینها رو به مرورگر میشناسونیم. یعنی چطوری؟ تگ‌ها منظور همین علامت کوچکتر و بزرگتر هستن که ما تگ‌های مختلفی داریم. یک علامت کوچکتر و بزرگتر قرار میدیم و داخلش اینجا اسم تگ مورد نظرمون رو می‌نویسیم. مثلا اسم تگ چرخ چیزیه، تگ فرمون چیزیه و همینطور تگ‌های مختلفی داریم. مثلا برای تیترها یک تگ داریم، برای تصاویر یک تگ، برای ویدیوها یک تگ و به همین شکل برای هر قسمت یک تگ مختلف داریم که طبق اینها مرورگر تشخیص میده چطور باهاشون رفتار کنه و نمایش بده. پس به این صورت اینجا تگمون رو می‌نویسیم و محتوایی که داریم رو داخلش می‌نویسیم. وقتی که این کار رو انجام دادیم، باید این تگمون رو ببندیم. هر تگی که باز میشه باید بسته بشه. نگاه کنید الان من اینجا تگ نیم رو نوشتم، محتوام رو وسطش نوشتم و حالا تگ نیم رو به این صورت بستم. اجازه بدید من یکم سایزش رو بزرگ کنم که حالا بهتر پیدا باشه. از اینجا فونت سایز رو من یک مقدار بزرگش کنم که بهتر بتونید ببینید. خب الان روی 12 میذارمش، روی 18 به نظرم خوب باشه. خب الان واضح پیداه و میتونید ببینید. پس تگ باز و تگ بسته ما که به این صورت نمایش داده شد. پس با مفهوم تگ آشنا شدیم که چه کاربردی داره. حالا ما توی این داک تایپ HTML مون میخواییم بیاییم یک قسمتی رو شروع کنیم که کد ما اینجا شروع میشه و کجا تموم میشه. بیاییم از تگ HTML استفاده میکنیم. دقت کنید من خودش که مینویسم، خود VS Code برام این رو تگ باز و بسته‌اش رو ایجاد میکنه، ولی شما سعی کنید کامل بنویسید تا ملکه ذهنتون بشه. این تگ HTML چی هست؟ مثل یه ظرف میمونه. ما هر چی کد داریم میریزیم توی این ظرفه و مرورگر تشخیص میده که این ظرف ما هست و همه کدها رو باید از اینجا تشخیص بده. ما داخل HTML دو تا تگ مهم دیگه هم داریم. یکی تگ هد هست که محتویات هد سایت ما نمایش داده میشه داخلش. این قسمت داخل صفحه ما نیست، یعنی هر چیزی که ما اینجا بنویسیم توی صفحه نمایش داده نمیشه، جای دیگه ای نمایش داده میشه که حالا بهتون میگم. برای بحث‌های SEO استفاده میشه و حالا سایر بحث‌ها که بهش میرسیم. یه تگ مهم دیگه هم داریم به اسم بادی که کلیات محتویات صفحه ما داخل این تگ بادی قرار میگیرن و وجود دارن. و الان من اگر مطلبی داخل این تگ بادی بنویسم و بریم ببینیم که داخل این تگ وجود داره. به طور مثال من میام مینویسم h1 و مینویسم hello world.
الان داخل این تگ h1 نوشتم hello world. بهتون توضیح میدم این تگ h1 چیه. تگی هست که برای هدینگ ها یا تیترهای ما استفاده میشه و حالا در آینده در جلسه بعد بهش میپردازیم. الان صرفا میخوایم ببینیم که این تگ بادی چه کاربردی داره. خب وقتی که این کار رو انجام دادیم، من اگر کلیک راست کنم و اوپن وید لایف سرور رو بزنم، این صفحه من استارت میشه و داخل مرورگر باز میشه و میبینید که اولین کد ما اینجا قرار گرفت و به این صورت نمایش داده شد. و من اگر روی اینسپکت کلیک کنم، ببینیم که اینجا داخل تگ بادی یه دونه h1 وجود داره و داخلش نوشته شده hello world و به این ترتیب ما اولین کد HTML مون رو نوشتیم، اولین نشانه گذاری رو انجام دادیم و توی جلسه بعد میاییم به صورت کامل تک‌های نوشتاری رو یاد میگیریم. اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید و لایک و حمایت هم یادتون نره.